سلام عزیزان، وقتی همگیتون بخیر. خدا کنه که جور و صحتمند و سلامت باشین. امروز آمدیم تا یک درد مشترک را که به گفته یک تعدادی آمارها 8 میلیون نفر طی 3 سال گذشته تجربه کردن با شما شریک بسازم. دردی که تسلا پیدا نکرده، هر وقت موعدش میرسه و به یاد از روز این درد تلختر و بیشتر و دردناکتر میشه. میخوایم از یکی از تلخترین تصمیم های زندگیم، یا راستش بگم تلخترین تصمیم زندگیم صحبت بکنم امرایتان. وقتی 3 سال پیش در 25 سپتامبر 2021 همراه با خانواده تصمیم گرفتیم که افغانستان را ترک بکنیم و راهی اسلام آباد پاکستان شدیم. وقایعی که طی 40 روز گذشته از آمدن طالب گذشته بود، همه چیز را با خاک یکسان کرده بود. همه باورهای من از بین رفته بود و تمام تلاش من طی او 40 روزی بود که اگر بتانم راه نجاتی برای دوستان، همکاران، خانواده یا هر عزیزی که میشناختم و فکر میکردم نیاز به همکاری داره پیدا بکنه. شب روزهایی که خواب به چشم ما نمیومد و حتی داروی خواب هم نمیتونست که دیگه کمک کننده باشه، فرم ها پر میشد، به آدرس های مختلف ارسال میشد و دروازه های امید یکی پس از دیگری بسته میشد و من فکر میکردم که چرا وقتی بقیه ماندن من باید برم و من باید وطن را ترک بکنم. یک غرور کاذب، یک خیال باطل به سراغم آمده بود که من دچار مشکل نمیشم و هیچ اتفاق نمیافته و به وضعیت روحی و روانی خانواده مخصوصا فرزندانمش توجهی نداشتم. در 23 سپتامبر 2021 4 نفر اعضای طالبان با 1 نفر راهنما، کسی که آدرس دفتر را بلد بود، و آدرس دفتر ما در پلسخ مراجعه کرده بودند و بعد متاسفانه گارد دفتر را دستگیر کرده بودند. یک سری از اسنادهای کاری مرتبط به اعضای دفتر رو با خودشان برده بودن. موتری که در دفتر بود و من از استفاده میکردم اون رو با خودشان برده بودن و همین قدر شده بود که گارد تماس گرفته بود همراه یکی از همکارا و این را اعلام کرده بودن و به شدت به جستجوی آدرس محل بود و باش ما و خانواده بودن. متاسفانه عکس خانواده، همکارا و به جزئیات بسیار زیادی را هم داشتن که تکرارش یا صحبت کردن راجبش خیلی دردآور هست. وقتی که من تماس گرفتم و احساس کردم که با ماندنم در افغانستان اولین ریسکی که کردم این است که مثلا سرنوشت آدمی که امروز گارد دفتر بوده به خطر انداختم و آفرین به همتش که محل بوده باش ما رو فاش نکرده بود و گفته بود که ما افغانستان رو ترک کردیم. اما همین ریسک ممکن است که باعث شود دوستا و اقارب دیگه هم در معرض خطر قرار بگیرن و روز ناچار شون که واقعیت اعتراف بکنن. همین باعث شد که پس از دیدن به طرف نگاه های ناامید و پرسشگر فرزندان خودم که سوال میکردن که تا به کی میخوای ادامه بدی و این بار میخوایی که ما را هم قربانی اهداف خودت بکنی یا خواسته هایی که فقط همیشه بخاطر خودت اهمیت داشته و ما همیشه همراهیت کردیم و به تو آفرین گفتیم، حالا نوبتی است که ما را ببینی. من او شب تصمیم گرفتم که افغانستان را ترک بکنم به هر قیمتی که میشه، چه از مسیر قاچاق و زمینی و چه از مسیرهای دیگه. خوشبختانه با همکاری یک تعداد از نهادهای بین المللی و دوستان حقوق بشری فرصت شد که ما روز فکر میکنم شنبه 25 سپتامبر میشد، دقیق یادم نیست، افغانستان را ترک بکنیم. اما لازم بود یک روز تاریخ عقب یا جلو میشد و ممکن بود که امروز من در کانادا یا امریکا باشم. اما شرایط به گونه پیش آمده بود که من خودم را و خانواده‌ام را به موج تقدیر سپرده بودم و هر جایی که میگفتم امکان داره باید بریم، حالا که قصد رفتن داریم و ماندن جایز نیست و این ماندن حاصلی نداره. وقتی با مادرم خداحافظی میکردم، با خالیم خداحافظی میکردم، با خواهرم خداحافظی میکردم، گریه های من نماندم که بیرون به اشک های من در گلویم نگه داشتم و با خودم عهد کردم که کسایی را که میخوایم نجات بدم باید نجاتشان بدم. این وعده من پا برجا بود. 3 سال شبانه روز برای رسیدن این وعده تلاش کردم، هنوز هم تلاش میکنم و خوشبختانه بخش اعظمی از کسایی که
همراه ما تعهد کاری داشتن، با ما کار کرده بودن، اعضای خانواده و همکارای ما تانستن به کشورهای امن برسن. یک تعداد دیگه شان از جستجو میکنم. بگذاریم بحثی که چه کردم یا چه میکنم باشه بجای خودش، اما احساسی که بارانم میباره، احساسی که 25 سپتامبر داشتم، صبحی که خانه را به مقصد میدان هوایی ترک کردم و کاکا احمدشاه درایور پیری که همیشه ما را همراهی میکرد، مرد بسیار نیکو و خوشخلقی که در هنگام پیاده شدن در میدان هوایی بغض گلویش گرفت و اشکای و پیرمرد بغض مرا هم شکستاند. وقتی کاکا احمدشاه بسیار نایمیدانه نگاه کرد و گفت که هیچ باورم نمیشه زهرا جان که شما هم رفتیم. و واقعیتی بود، ما هم رفتیم. ما هم 3 سال میشه که وطن خود را ندیدیم و افغانستان را تنها در خواب خودمان، در اخبارها و همون تصویر وحشتناک از ظلم و ستم طالبان را به تکرار میبینیم و بجایی که یک نقطه عطف و امید در ما به وجود بیاید، هر روز یأس و ناامیدی بیشتر میشه و ولی خوبیش این هست که مبارزان بیشتری به میدان آمدن، تلاش های ادامه داره، تقله های ادامه داره و ما امید بعضی داریم که شرایط تغییر بکنه. امیدوار هستم که اتفاق بیفته، امیدوار هستم که وطن دوباره وطن شوه، با همه محدودیت ها و کمبود هایی که داشت. دوباره دخترای افغانستان به خیابان بیاین، آواز آزادی سر بتن، به مکتب برن، به دانشگاه برن، کار بکنن، دوباره بتونیم دادخواهی بکنیم، دوباره بتونیم حرف بزنیم، دوباره بتونیم که از وطن و هموطن یاد بکنیم. ولی واقعا تجربه تلخ و سنگینی است، تجربه و تلخ و سنگینی که نمیشه فراموش کرد و از کنارش به همین سادگی گذشت. وقتی من امروز عکس رحیم جامی را با چشمهای اشک زده دیدم که هر دوی ما در میدان هوایی با هم یک جای بودیم و راجع به درد و رنج مشترکمون صحبت کردیم و بغض داشتیم هر دویمان، و خودم گفتم که کار درست امی است که حرف بزنیم، با هم دیگه درد و دل بکنیم، از دردها و تصمیمات تلخ زندگیمان بگیم، تصمیمات تلخی که ما مسببش نبودیم، ما نیت این را نداشتیم که به وطن شویم، هدف ما در هر جایی بودیم، در هر پستی بودیم، به هر عنوانی بود، نسل ما نسلی بود، نسلی هست که میخواست برای افغانستان کار بکنه. ما از بی‌وطنی خسته شده بودیم، ما یک بار مهاجرت کرده بودیم و دوباره مهاجر شدن را دوست نداشتیم، ولی به ناچار پس از 2 دهه مبارزه، تلاش، بیخوابی ها، سرگردانی ها، ناامنی ها، تهدید ها، قربانی دادن ها، از خانواده گذشتن ها، از دوست گذشتن ها، دوباره کوله‌بار کوچک خودمان رو برداشتیم و هر کداممان به نقاط مختلف دنیا پرت شدیم و بسیاری از ما هنوز نتونستیم خود جمع جور کنیم، هنوز نتونستیم باور بکنیم. سقوط افغانستان، برگشت طالبان مثل یک انفجار بود، انفجاری که اتفاق افتاد و بعد از او میلیون ها زخمی باقی ماند، میلیون ها زخمی که وقتی به هوش آمدن خودشان را در نقاط مختلف دنیا یافتن که دارن تقلا میکنن برای زندگی کردن. یک تعدادی از ما هنوز باور نمیکنیم که اتفاق رخ داده، یک تعدادی هنوز در کما هستیم، فکر میکنیم خواب و خیال بود، نمیدانیم حالا واقعیت است، گذشته واقعیت بود. هرچه بود آنچه نباید میشد شد، اما امیدوار هستم که نسل بعدی ما، فرزندان ما، از آنچه برای ما رخ داد درس بگیرن و ما کسایی که تلاش کردیم، زحمت کشیدیم و مدعی مبارزه هستیم به فرزندانمون این را بیاموزیم که در وطن صلح و آرامش زمانی میآید که باور و باهمی وجود داشته باشه، بازی های سیاسی کم شوه، همدیگر درک بکنیم، همدیگر دشنام نتیم، در کنار همدیگر قرار بگیریم، همدیگر حمایت بکنیم و فراموش نکنیم که افغانستان به ما نیاز داره. اگر درس میخوانیم، اگر زحمت میکشیم، اگر کار میکنیم، دست یک هموطن خود را بگیریم و حمایت بکنیم از او
و فراموش نکنیم که وطنی داریم که در اون میلیون ها دختر امروز به مکتب نمیرن و درس نمیخوانن و همه امید هستن. دعا کنیم برای افغانستانی آباد، آزاد و سربلند، حتی اگر تخیل ما باشه و به واقعیت نپیونده. درد عظیمی بود، درد مهاجرت، درد تبعید هنوز ادامه داره، تازه داره و بغض‌هایی که هر چند وقت یک بار میشکنه و امیدی هم که در کنار این دردها با ما پیش بره. موفق و پیروز باشین.